خفن ترین موزه خطای دیده استانبول. برو بریم. نمیدونم چرا ولی توی یه بخش از این موزه میری رو سقف و میتونی راه بری. خیلی عجیبه این موزه، برگام ریخته. شاید فکر کنی من خیلی زیادم ولی من یه نفرم. این بخش موزه خیلی برگریزونه چون من خودم بلایی داشته باشم وگرنه میفتی. آویزون از یه خونه اصلا خیلی مخلصیم به مولا که یه کلم، ولی خب همین کلم برای همه کافیه. یا علی آیا این یه کاسه است یا دو نفرن که دارن به همدیگه نگاه میکنن؟ دیدیشون یا نه؟ یه مکعب ساده است، درسته؟ نه، یه مثلثه. برگام عجیب ترین اتاق جهان که اصلا داخلش دیوونه میشی. اینجا بچه‌ها ترسناک ترین بخش این موزه است که الان میلیون ها عمو تئوری داره سرگردون دور خودش میچرخه. از دور اونجا انیشتین رو میبینیم، ولی اگه نزدیک شیم میبینیم که هیچ ربطی به انیشتین ندارن و یه سری اعداد رندومن. برگام یه چاه نامحدود اینجا داریم که میتونی باهاش تا قعر زمین بری پایین، ولی در واقع خطای دیده. اینم یه خطای دیده حرکتیه. اینه در واقع، ولی وقتی دکمه حرکتشو بزنی میشه این و انگار چیز نرمی که داره میره تو هم، ولی اصلا اینجوری نیست، فقط داره میچرخه. از بغل چه چیز خاصی نباشه این تابلو، ولی از زاویه درست این دسته انسانه. خیلی واقعیه. برگام میخوام برم تو از این ور در بیام. اینا انگار به هم وصلن بچه، ولی در واقع دوتا مستطیل جدان. خیلی عجیبه. اینجا هم نشسته سران 5 به علاوه 1 همه عمو تئو با هم صحبت میکنن. خیلی مخلصم. خیلی تبر میزنه آدم اینجا میشینه آجی. قاعدتا این از تو این رد نمیشه دیگه، درسته؟ رد شد. علم و دانش. این جعبه باریکه، این جعبه پهنه، پس اینجاهاشون باید با هم فرق کنه. هوش مصنوعی آجی، اصلا نمیدونم چیکار کنم دیگه. تونل کارولاین. میخوام برم توی بعد زمانی و مکانی دیگه. خیلی منو ریز میبینی ها. ببین من ریز نیستم، من هیولا. خیلی گندم. بچه‌ای که میخواید بیاید اینجا فقط کافیه توی گوگل مپ سرچ کنید استانبول میوزیم آف ایلوژنز یا موزه خطای دید استانبول، سمت تکسیم خیابون استقلال.